با سلام مجدد خدمت همه هموطنان عزیز، امیدوار هستم خوب و صحتمند باشین. باز هم در یک برنامه دیگر کنار مربی تیم منتخب خواجه بهاءالدین قرار دارم و سوالات در ارتباط به این تیم خواهیم داشت. عرض سلام و درود خدمت شما. میشه که خدا یک بار معرفی بکنین؟ سلام و درود خدمت شما. عطاالله آرونی هستم، مربی تیم منتخب ولسوالی خواجه بهاءالدین. جناب آرونی صاحب، از اینکه شما من حیث میزبان در جام منتخبه ولسوالی‌ها در سال 1405 انتخاب شدین، چگونه است آمادگیتان به خاطر رقابت‌ها در این جام منتخبه؟ برای ما جای افتخار است که میزبانی بازی‌های منتخبه را در ولسوالی خواجه بهاءالدین گرفتیم، بر عهده گرفتیم. ان شاءالله ما از این مانوری که ما میزبانی نصیب ما شد، بله دیگه اظهار خوشی میکنیم، قدردانی میکنیم از فدراسیون فوتبال ولایت تخار و از فدراسیون فوتبال ولسوالی خواجه بهاءالدین. دیگه جای خوشی است دیگه که ما خوش هستیم، خوشبختانه که هم میزبان هستیم هم میماندار هستیم برای مردم و برای ولسوالی همجوار. یک سیل و ساتری شوه دیگه. اینمی فوتبال است، یک صمیمیت دوستی را به مابین جوانان کشیده است. دیگه تیم منتخب خواجه بهاءالدین ان شاءالله از هر لیاز کمی کسی نداره. ان شاءالله تمام بچه‌ها پر انرژی هستن دیگه. ان شاءالله کلیگش تمرین دیده است، بازیکن‌های خوبی هستن. خیلی در بازی اول خواجه بهاءالدین هم بودم که مقابل حریفش مساوی کردن، یک بازی اولشان بود. بعد از امروز مقابل ینگ قلعه است. فکر کنم تیم ینگ قلعه را شما چه قسم یک تیم می‌بینید از نظر شما؟ تیم ینگ قلعه سال‌هاست که ما همراه ینگ قلعه گرچه خوب فوتبال خود بازی که آمدین جای رقابت خود داره، رقابت سالم داریم ان شاءالله. دیگه به تیم ینگ قلعه تیم کمی نیست، یک تیم قدرتمند است. در ولسوالی در مبارزه کوچه ما همیشه قطعینا مبارزه فوتبالی کردیم، دیدیم ان شاءالله اونام از هیچ لیازی کم نیستن. دیگه بازم بچهای ما ان شاءالله از اونا کره کدام کمی کسی نداره. بازم ما خوش هستیم اگر امروز میمونای خود بازی داشتیم، امروز تیمای ولسوالی هم جوار خود ان شاءالله از بازی ما اونا راضی باشه، ما از اونا راضی هستیم دیگه. در مابین بچه‌ها ان شاءالله هیچ گپی نشه. بازم در ما جای افتخار است یک امتیاز. بله امیدوار هستم که خواجه بهاءالدین امسال بتونه یک میزبان خوب این رقابت‌ها شناخته شود. جناب آرونی صاحب، امروز شما مقابل ینگ قلعه مسابقه دارین. اگر بالفرض ببینیم که شما پیروز میدان شوین مقابل ینگ قلعه، شما میتونید که به مرحله بعدی صعود بکنین یا خیر؟ ان شاءالله تلاش ما همیست که امروز باید ما ان شاءالله به یاری خدا باید یک نتیجه خوب به دست بیاریم، چون که میزبان هم هستیم. با هوادارمون هم یک رویه بدیم. اگه بازم دولتی که چانس همراه ما یاری نکنه، بازم برای ما همین یک میزبانی مناسب، یک میزبانی خوب که برای چهار میهمان و یا هواداری که از راه دور و نزدیک می حداقل یک چی افتخار شیم که حداقل از میزبانی ما اگه تیممون هم که به واسه خدای نخواسته از میزبانی ما، از رویه رفتار ما مردم، از مردم خواجه بهاءالدین، از مردم قریه خواجه بهاءالدین راضی باشه، ما خوش هستیم. حتما همین که شما یک این فضا را مساعد کردین که مردم از فرخار، از درقد، از دشت قلعه، از سایر ولسوالی تخار اینجا میان گرده هم و این فوتبال است که مردم کنار هم جمع میکنه و شما این میزبانی خوب را برگزار کردین. این یک افتخار خوبی به شما است. سلامت باشین، زنده باشین. از اینکه فرصت گذاشتین.